سلام. فیلم A Dangerous Method یا روش خطرناک در سال 2011 توسط دیوید کروننبرگ ساخته شد. این فیلم به رابطه بسیار پیچیده میان سه شخصیت برجسته جهان روانکاوی یعنی زیگموند فروید با بازی ویگو مورتنسن، کارل گوستاو یونگ با بازی مایکل فاسبندر و سابینا اسپلیرلین با بازی کیرا نایتلی میپردازه. میدونیم که برای اولین بار در تاریخ روانشناسی میشه گفت نظریه جنسی رو زیگموند فروید مطرح کرد. این فیلم ما رو میبره به زمانه زیگموند فروید و شاگردش یونگ که چطور با هم دیگه سعی میکردن دنیای روانکاوی رو گسترش بدن و ببینن که در ناخودآگاه و خودآگاه انسان چه چیزهایی میگذره و این چیزهایی که میگذره از چه پیشینه ای تبعیت میکنه. خب همونطور که میدونیم یونگ در بخشی از زندگیش با استاد خودش فروید دوچار تناقض‌ها و اختلافاتی در مورد بعضی از نظریه ها میشه و از فروید جدا میشه و سعی میکنه نظریات خودش رو با تأکید بر بنیان ناخودآگاه انسان پایه بذاره و اونها رو گسترش بده. و فروید هم خب نظریات خودش رو در زمینه غریزه جنسی بیان میکنه و گسترش میده. در این میان این دو نفر موقعی که با هم دیگه کار میکردن با یک بیمار روانی در یک بیمارستان روانی آشنا میشن که این بیمار بعداً خودش روانکاو میشه و درهای بسیار مهمی رو در جهان روانشناسی باز میکنه و اون بیمار کسی نیست جز سابینا. رابطه میان این سه فرد بعدها شکل میگیره. اون موقعی که سابینا هم روانکاو میشه رابطه میان فروید و یونگ و سابینا شکل میگیره. توی این فیلم Dangerous Method به خوبی میشه تناقضات و سوالات مورد پرسش این سه شخص در زمینه روانشناسی که در زندگی خودشون داره بروز پیدا میکنه رو دید. اینکه سابینا و یونگ چطور خودشون وارد رابطه ای میشن که مبنای این رابطه به صورت ناخودآگاه برای خودشون جای سواله و خیلی جالبه که نظریات این آدم ها چطور در زندگی خودشون انگار متبلور میشه. میدونیم که امروز بسیاری از نظریات این شخصیت ها توسط روش های علمی اثبات شدن و به این دلیل دیدن این فیلم به هیچ عنوان خالی از لطف نیست و اطلاعات زیادی رو به ما اضافه خواهد کرد. ممنونیم که کانال ما رو تماشا میکنید و با سابسکرایب کردن و لایک کردن من و دوستانم رو در این مسیر یاری میکنید.